تعرفه‌های ترامپ تا کجا ممکنه روی مارکت‌های مثل کریپتو و بازار سهام آمریکا تاثیر بذاره؟ این ریزشی که شروع شده تا کجا ممکنه ادامه پیدا بکنه؟ وضعیت فضای رزرو و نرخ بهره تو ماه‌های آینده چی میشه؟ تا آخر این ویدیو با من همراه باش، همه این مسائل رو بهش میپردازیم. در ضمن لایک، ساب، کامنت هم یادت نره. خب اول از همه بریم سراغ بحث تعرفه‌ها. همونطور که میدونید این چند ماه گذشته ما این لفظ تعرفه‌ها رو زیاد شنیدیم و بعد ترامپ تهدید که اول با مکزیک و کانادا شروع کرد، بعد کلا دیگه در واقع به اکثریت کشورها تعرفه وارد کرد. تو یکی دو هفته یه لیستی هم دادن برای اکثریت کشورها، حتی ایران که والا واردات صادراتی به آمریکا اونطور نداره و اسرائیل هم تعرفه وارد شد. قاعدتا بقیه سری کشورها مثل چین هم به این اقدام ترامپ جواب دادن، اونا هم روی کالای آمریکایی تعرفه گذاشتن. ولی صبح امروز 9 آپریل ترامپ صبح امروز، به وقت خودمون منظورمه، ترامپ 104% تعرفه بر کالاهای چینی گذاشت که خیلی خیلی زیاده. این وضعیت به نظر میاد که ادامه دار باشه. بعید میاد که هیچ کدوم از دو طرف عقب نشینی بکنن، چون چین هم اعلام کرده که تو این جنگ تجاری تا آخر میخواد بره و تو این بحث تعرفه ها کم نمیاره. خلاصه این مجموع اتفاقایی که داره میفته توی حالا 3-4 ماه گذشته که حالا از دوره ترامپ داریم میگذره، این باعث یک عدم قطعیتی برای سرمایه گذاران، چه تو بازار سهام آمریکا، استاک آمریکا، چه تو بازار استاک حالا مثلا انگلیس و آمریکا در اروپا و همه این کشورها شده و قطعا تاثیر مشخصی هم روی بازار کریپتو داشته. یک سنتیمنت منفی رو توی مارکت های در واقع سرمایه گذاری ایجاد کرده. یک عدم قطعیتی توی مارکت وجود داره که قطعا واسه سرمایه گذار چیز جذابی نمیتونه باشه. پس ما یک سنتیمنت منفی به واسطه تعرفات داریم. به نظر نمیاد تا اینجا که داریم باهاتون صحبت میکنیم کسی عقب بکشه، مثلا چین عقب بکشه، یا حتی مثلا فردا تا اونجا که میدونم اروپا میخواد یه سری تعرفه‌های دیگه‌ای بر آمریکا اعمال بکنه، اونم خودش یه داستان دیگه هست. این داستانا وقتی داره ادامه پیدا میکنه باعث میشه یک سنتیمنت منفی توی مارکت داشته باشیم و یک اثر منفی روی دارایی ریسکی مثل بیت کوین، مثل استاک آمریکا و استاک حالا اروپا داشته باشه. پس اینو خیلی مد نظرتون داشته باشید. مثلا فرض مثال دکس چه ریزش خیلی 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 بزرگی داشته، یا مثلا نمیدونم نزدک اگه ببینید ریزش های خیلی پرشتابی داشتن توی چند هفته اخیر، یا حتی حالا بیت کوین یه ذره وضع بهتری داشته، ولی در کل اونم یک سنتیمنت منفی رو داره پشت سر میذاره. پس این یه چیزی هستش که فعلا پایانی برش نیست. پس ما سنتیمنت منفی رو روی مارکت ها داریم، چه بازار سهام آمریکا، چه اروپا و چه بیت کوین. بازار سهام چین هم که برامون خیلی مهمی صحبت نمی‌کنم راجبش. پس ما این سنتیمنت منفی رو متوجه شدیم. اما در مورد بحث چارتی بیت کوین، ببینید ما تو ویدیوهای قبلی، ویدئویی که از قبل حالا این بالا هم میارمش نشونش میدم، ما صحبت زیاد کردیم در مورد این ناحیه‌ای که الان بیت کوین توش هست، یعنی ناحیه حدوداً 74000 تا 74300 400 تا 77000 79000 بیت کوین. مادامی که این ناحیه کندل ویکلی، بحث تکنیکال دارم میکنم، کندل ویکلی زیرش کلوزی صورت نپذیرد، من در واقع بیریش به معنای اینکه بگم خیلی اصلاح خیلی بزرگتری ممکن اتفاق بیفته نیستم. باید زیر این کلوز ویکلی صورت بگیره تا بیت کوین شانس اینو داشته باشه که یک اصلاح خیلی بزرگتری رو صورت بده. اصلاح بزرگتر منظورم مثلا 50000 اینا هم نیست. همونطور که من تو ویدیوی آموزش قبلی صحبت کرده بودیم، میدونید که صحبت ما برمود به زیر EMA 200 هست. اگر اون منظورم این هست، اگر این ناحیه رد بشه، این ناحیه در واقع ملغا بشه، این گلف بشه، ممکنه ریتریس داشته باشیم، ولی احتمال خیلی زیاد و احتمال بالا احتمال ریزش بزرگ وجود داره توی مثلا بیت کوین. خود بیت کوین، آلت کوین ها رو صحبت میکنیم جلوتر، ولی در مورد خود بیت کوین ممکنه ریزش بزرگی اتفاق بیفته و زیر 50000 هم ببینه در بازه حدودا مثلا یک سال 2025. ما یک اصلاح و ریزش نسبتا خوب رو داشته باشیم. پس این حواستون باشه، این مسئله رو حواستون باشه. پس الان سنتیمنت منفیه، وضعیت واسه سرمایه گذاران توی دارایی ریسکی مشخص نیست. در نتیجه اون
این سنتیمنت منفی تهش باعث میشه که پول از این مارکت ها مثل بیت کوین مثل سهام کشیده بشه بیرون. در نتیجه اینا شانس رشد کمی دارن. ولی خب ما چون در واقع بحث تکنیکال هم برای اون مد نظر هست، ما زیر 74300 همونطور که گفتیم کلوز ویکلی صورت بگیره دیگه، احتمال اصلاح بزرگتر، ریزش بزرگتر وجود داره و ناحیه‌ای هم که فکر میکنم بشه یعنی زیر همین 49، یعنی دیگه این 49 و این بیس رو به خاطر سکرتی که شده، حالا که صحبت نمیکنم چیه، خراب شده بیس، اینجوری بهتره بهتون بگم. این اوردر فلوی که اینجا وجود داره اگر حفظ بشه که خب دمش گرم، اما اگر حفظ نشه یکم دچار داستان میشه اینجا و مشکل میخوره. پس این در مورد بیت کوین. در مورد توتال یه صحبتی بکنیم. ببین در مورد توتال یه نایه داشتیم اینجا، اینو ردش کرده. خط روند داشتیم، خط روند توی مانتلی شکسته شده. میبینید خط روند شکسته داره میشه با کندل مانتلی که الان توی آپریل داریم. همه اینا رو که میذاری کنار هم، باز هم داره نشون میده که احتمالاً اون ترند سعودی تموم شده. ولی حالا روی بیت کوین من هنوز نمیتونم صد بگم، چون این ناحیه‌ای که مد نظرم هست هنوز رد نشده، ولی توی توتال رد شده ناحیه من و به نظر میاد که توتال یک سیگنال بیریشی رو داره به من میده فعلا، چون من اینجا نه ستاپ دارم نه ناحیه دارم، یعنی من اینجا دیگه هیچی ندارم. این محدوده که الان شما مشاهده میکنید من چیزی ندارم، نه ناحیه دارم نه ستاپی دارم. باید ببینیم جلوتر پیش بره، ولی مشخصا چیز خاصی برای خرید روی توتال نمیبینیم. روی توتال 2 همینطور باز من چیزی نمیبینم. رو توتال 3 مثلا، حتی توتال 3 میبینید که حتی بهتر هم عمل کرده، خط رو نگه داشته، خط رونده رو میبینی هنوز خط رونده رو نشکسته، ولی بازم چیز خاصی نمیبینم. میتونه پس این سنتیمنت منفی، این ریزش ادامه دار باشه تا یکی دو ماه آینده، اینو حواستون باشه. همزمان این بحثا هست، پس این دقیقا تمام نایه که قبلا صحبت کردیم، من دیگه تکرار نکردم این دفعه، همه تقریبا ملغا شدن بجز خود بیت کوین. هم توتال 3 ناحیه‌اش رو رد کرده، هم توتال 2 ناحیه‌اش رو رد کرده بود و خطش رو شکونده، خط روندش شکونده، و هم توتال کلی مارکت کریپتو. پس این سه تا این اتفاق افتاده براشون و به نظر میاد که این ریزش هم ادامه دار باشه و اصلاح ادامه دار باشه، با توجه که همین خط روند شکسته، همین که فعلا سه تا و ناحیه‌ای رو ما نداریم. این در مورد کلیت اون در واقع وضعیتی که توی مارکت هست. اتر بیت هم که صحبت نمی‌کنم، اتر بیت همچنان ریزشیه توی مانتلی. بذارید گریزی بهش بزنیم، رسیده به کف بیس رنجمون. ما یادتون باشه اینجاها بود، یعنی در واقع ماه نوامبر دسامبر بود که شروع کردیم توی این چنل ویدیو بذاریم. اوایل کارمون دو سه تا ویدیو که دادیم اینجا صحبت داشتیم می‌کردیم، گفتیم اینجا تکنایه‌ای است که میتونه بای بزنن و میتونن در واقع اینجا ادامه دار باشه حرکت و ترند بای ادامه پیدا کنه، که نتونست. در نتیجه ممکنه برسیم به ته رنج، یعنی کف رنج، که رسیم به کف رنج الان و ستابی هم فعلا در کار نیست، کندلا قویه داره میریزش میکنه. اگر این رنج کفش شکسته بشه که کفش هم حدودا در واقع 1016 هست دیگه، ما تا 1011 1010 اگر ریزش بکنیم چیز عجیبی نیست. پس این دوره چیز بدی رو داره نشون میده، فعلا چیزی نیست، فعلا برای برگشت ترند اتفاق خاصی نیفتاده. در مورد اتریوم هم من لازم بگم که همونطور که دیدی که تو توتال اکثریت چیزایی که صحبت کردیم خط رونده شکسته شده بود، اون ترند اوردر فلو شکسته شده بود، این هم شکسته شده. اینجا روی 2200 یک ویدیو دادیم، گفتیم آقا اینجا که این اتفاق افتاد، این دیگه این گلف ده و این کفه رد میشه، حداقل 1570 1770. اومد این نایه ستاپ نداد 1570 1770 خیلی راحت بدون هیچ واکنشی ردش کرد و خب من با شخص خودم نظارگر بودم، اگه ستاپ میداد میخواستم بخرم، ولی خب ستاپی نداد و صحبتی هم دیگه نکردیم. حالا که این اتفاق افتاد، من تک ناحیه باقی موندم توی تایم مانتلی هست و زیر 1073 دلار هست، 1073 دلار هستش برای چارت اتریوم. پس این حواستون باشه که اونم شرایط داره، ستاپ باید تشکیل بشه. ناحیه من زیر 1070 دلار هست، باید به اون محدوده برسه، ستاپ تشکیل بشه. ولی من احتمالی که اونجا بای بشه رو زیاد میبینم، یعنی از زیر 1073 تا کف حالا 870 دلار من به نظرم این کف نخواهد خورد، حداقل الان نظرم اینه، مگر اینکه یک رکود خیلی بزرگی اتفاق بیفته تو دنیا، یک سنتیمنت منفی تعرفه پیوند بخوره به رکود، بحث رکود که دیگه اون
یه چیز جدی تری میشه و طبعا ممکنه باعث ریزش خیلی بزرگتری بشه. ولی اگه غیر این اگر اتفاق بیفته، من به شخصه بعید میدونم که ما زیر 878 دلار رو بزنیم، چون ستاب برای من تشکیل شده و فقط این ناحیه مونده که بگیره و این ناحیه رو اگه بگیره توی مانتلی من میتونم در واقع سه شرایط تشکیل بشه میتونیم ورود بکنیم و انتظار داشته باشیم حتی بره تاپش رو اتریوم بزنه. پس اینو حواستون باشه. خیلی به هم میگن همیشه تو بیریشی، من اتفاقا خیلی منتظرم که بخرم، اصلا بیریش نیستم. فقط یه سری ضررایی کردم قبلا که باعث شده که یه سری درسایی بگیرم که اون اشتباهات دوباره تکرار نشه. این در مورد چارت کلی کریپتو. در مورد در واقع قضیه فدرال رزرو و در واقع نرخ بهره هم یک آپدیتی بدیم، چون که اتفاقات خیلی زیادی از ویدیوهای قبلی تا الان افتاده و باید یه آپدیتی بدیم که متوجه بشیم اینجا به بعد چه اتفاقات قرار بیفته تو جلسات بعدی فدرال رزرو، وضعیت نرخ بهره چی است و اثر آیا نرخ بهره دیگه مهم هست یا نیست. بله، ببینید توی جلسه بعدی که جلسه مارچ باشه، تا همین 3-4 روز پیش یا هفته پیش تقریبا به عدم کاهش مد نظر مارکت بود. مارکت میگفت نه کاهشی نداریم توی میل، ولی یه تغییر اتفاق افتاد نسبت به ویدیو قبلی. این که یادتون باشه گفتیم از جون و جولای شروع بشه کاهش نرخ، ولی اینجا الان تقریبا حالا 28 روز مونده به جلسه بعدی فدرال رزرو، احتمال اینکه کاهش نرخ بدن یا ندن تقریبا یکی شده و به خاطر همین هست که دیکس وای یه ذره شل کرده و داره به سمت پایین حرکت میکنه. همین که خب بحث اقتصادی و اینها و اون فشارها و نگرانایی که روی اقتصاد جهانی هست باشه یه ذره دلار ریزش بکنه و این بحث نرخ بهره هم همونطور که میبینید یه تغییری کرده. پس یک نرخ بهره ما اضافه شده نسبت به یکی دو تا نرخ بهره نسبت به پیش بینی قبلی که 2 تا بود تا آخر سال اضافه شده. یعنی الان ما میتونیم انتظار 4 کاهش نرخ بهره تا آخر سال داشته باشیم. ببینید توی می فعلا 50-50 تقریبا 50-50 دیگه، 51-48-49 تقریبا 50-50 میشه. توی جون خب احتمال خیلی بیشتری به این داری که مثلا حتما کاهش نرخ داریم، یعنی این دیگه قطعا کاهش نرخ داریم، یعنی توی جون ما کاهش نرخ رو داریم، ولی احتمال بیشتر روی 2 کاهش نرخ روی جون میبینید فرق کرده و روی جولای هم همینطور. روی جولای هم دوباره کاهش نرخ رو داره نشون میده، یا حالا 2 یا 1 کاهش نرخ بهره روی جولای. پس این نشون میده که ما تا آخر سال، حالا سپتامبر هم همینطور، بیشتر احتمال کاهش بیشتر هست. بین 2 تا 4 یا حتی 5 کاهش نرخ بهره رو مارکت داره پرایس میکنه الان در حال حاضر. ولی چرا مارکت یعنی میریزه؟ دلیلش بحثای در واقع اون سنتیمنتی هست که محدود تعرفه است و اون عدم قطعیتی که توی مارکت ایجاد شده. این عدم قطعیت باعث شده که منطقاً مارکت نتونه رشد بکنه. پس و بحث رکود هم هست که بحث رکود وقتی مهمه برای ما که این بالاخره اشتغال آمریکا یه ذره وضعیتش خراب بشه. هنوز اشتغال ضربه‌ای ندیده. اگر اشتغال ضربه ببینه و بحث رکود مطرح بشه دیگه خیلی قضیه سنگین‌تر میشه و اون اسلام ممکنه یه ذره همچین بزرگتر بشه و وضعیت یکم خراب بشه واسه دارای ریسکی علل خصوص بیت کوین و کریپتو و اینا، خیلی وضعیت خرابی پیدا کنه. ولی تا زمانی که حالا اون قطعی نشده نمیتونیم بگیم. پس اینو خیلی مد نظرتون داشتیم. به خاطر این سنتیمنت منفی، هم بحث رکود، هم بحث تعرفه ها و هم واکنش هایی که دو طرف و مثلا تو بحث تعرفه ها دارن نشون میدن، چین میگه من 104% میذارم، ترامپ میگه من میذارم، هیچ کدوم هم کوتاه نمیان. این عدم قطعیت باعث سنتیمنت منفی شده. این سنتیمنت منفی هم حتی با کاهش نرخ، اگر این سنتیمنت ادامه پیدا کنه، باعث افزایش دارایی ریسکی نمیشه. حتی QE هم کنه، QT تموم شه، QE هم شروع بشه، به معنی افزایش نخواهد. اینو خیلی حواستون باشه یه وقت اشتباه نکنید و ضرر هم نکنید. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. تو این ویدیو سعی کردم تمام مطالب مهم و جامع یه بار توضیح بدم و در واقع امیدوارم که تو این مارکت، تو این وضعیتی که مارکت وجود داره، سال 2025 سالی باشه که ضرری نکنید و حتی امکانم سود بتونید بگیرید توی مارکت. فعلا مواظب خودتون باشید تا ویدیوی بعدی که ویدیوی دلار هست. خداحافظ.